د ملال میډیا ډیرو درنو لیدونکو سلامونه وخت مو بخیر هیله ده روغ جوړ خوشاله وئ درنو لیدونکو مو همدغه امام ابو حنیفه نندارتون کیو په نن راپور کې به تاسو ته د هغه میرمنو په اړه معلومات یعنی هغه میرمنې چې په دغه نندارتون کې اشتراک کړی یا ګډون کړی په دې اړه معلومات راکړو چې څومره میرمنو په دغه نندارتون کې ګډون کړی د دوی تولیدات شي دي او له دغه نندارتون څومره راضي دي نو خپله له دوی څخه پوښتو میشه در خدمت خود معرفیتان سلام تشکر از شما نام قدسیه نوید است از ولایت بامیان بسیار زیاد تشکر چطور است این نمایشگاه روز پنجم نمایشگاه است بر شما چقدر مفید است نمایشگاه بسیار مفید است اول خود تشکر میکنیم از امارت اسلامی که اجازه داده که خانم‌ها اینجا بیاین مسئولاتشان بیاره و دومی که از مؤسسات همکار تشکری میکنیم که تشکر از اونا که بر ما همکاری کردن به خاطر امی بودجه و کرایه غرفه های چیزا خیلی زیاد تشکر و تشکر از شما که آمدین از ما سر میزنین و میبینین و محصولات از ما رو در رسانه ها میرسانین دیگه خوب است نمایشگاه گرچند فروشات کم هسته ولی ما راضی هستیم به خاطر از اینکه ما تنها فروشات مهم نیست بر ما چون فروشات میشه که در ولایات هم فروشات هسته و یگانه چیزی که بر ما مهم است همه روابط مهم است همه که ما آمدیم اینجا همراه خواهرای هرات ما آشنا شدیم همراه خواهرای کابل آشنا شدیم همراه خواهرای مزار و بعض ولایات دیگه آشنا شدیم این بر ما خیلی مهم است چقدر خانم‌ها در این نمایشگاه اشتراک کرده از ولایت بامیان خب 20 نفر آمده نمیفهمم از دیگه ولایت‌ها رو تو دقیق نمیدانم که چقدر آمده چقدر مفید است این نمایشگاه به تولیدات داخلی و در افغانستان این خیلی مهم است یکی خب اگر فروش داشته باشیم برای ما مفاد داره از اون مفادش میگیریم که پول برای ما میمانه و دیگه این خیلی زیاد مهم است که ما آشنا میشیم برای امرای دیگه شرکت ها امرای دیگه خواهرای ما که در دیگه ولایت ها قرار داره اونا را مثلا اگر ما میریم خود ما از ولایت بامیان هستیم مثلا صنایع دستی یا بعضی محصولات که در بامیان پیدا نمیشه اینجا ما آمدیم آشنا شدیم نمبر واتساپ و نمبر تماس از اونا رو گرفتیم ما میتونیم هر محصولی که کار داشته باشیم از دیگه خواهرای ما از هرات از مزار شریف از کابل طلب کردن میتونیم دیگه خیلی زیاد خوش هستیم میشه در مورد تولیدات محصولات شما اگر بر معلومات چی است محصولات تولیدات شما تولیدات محصولات از ما صنایع دستی هسته که این صنایع دستی در خود بامیان دوخته میشه چادر هسته این لباس ها رو شما میبینید لباس های هزارگی هسته دیگه مثلا روی میزی های هزارگی هسته کفش های نمتی هسته اینا کلا محصولات خود بامیان هسته که در خود بامیان دختر خانما و خانما اینا رو جور میکنن چقدر وقت شما کاربر 1 سال میشه بسیار زیاد تشکر زنده باشین تشکر از شما سلامت باشین ډیره مننه کوو درنو لیدونکو نو له یو شمېرو میرمنو سره به هم خبرې ولرو د همدغه نندارتون په اړه د دوی د تولیداتو په اړه نو هیله ده تاسو هم زموږ د دغه راپور تر وروستیو ملتیا وکړئ درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست په همدې نندارتون کې یوه بل میرمنې سره خبرې کوو دوی هم ډېر په زیاته کچه داخلي تولیدات لري د تولیداتو په اړه بیرته وپوښتو همداشان د نندارتون سلام میشه در خدمت خود معرفی برای شما هم سلام و برای کسایی که ما رو میبینن خادمه احمدی هستم مسئول صنایع دستی سحر و ستارگان بامیکا ما از بامیان اشتراک کردیم در این نمایشگاه و به مدت 7 روزه هست که اینجا میباشیم و تولیدات خود کلا کار دست است کار خود بامیان است که ما برای نمایش اینجا آوردیم چطور است این نمایشگاه با داخلات تولیدات داخلی چقدر مفید است برای ما نمایشگاه خیلی عالی بوده ما تونستیم برای همین تولیدات خود قراردادهای را بگیریم فروشاتمون خوب بوده و تونستیم چند قرارداد هم بگیریم که مثلا تولیدات خود را بتونیم برای بفرستیم آنلاین این نمایشگاه مردم میآید دیدن میکنه چطور است بازدید مردم بازدید مردم عالی است خوب است ما خیلی خوش هستیم که از این نمایشگاه تونستیم شرکت کنیم و علاقمندان و طرفداران و قراردادهایی را بتونیم گرفتیم اخذ کنیم
قبل از این در کدام نمایشگاه دیگه هم اشتراک کردی یا نه؟ بله ما در نمایشگاه دیگه هم در قصر دارالامان بود، در نوروز بود که اونجا اشتراک کردیم و خیلی حمایت ها شدیم و هم قراردادهایی رو گرفتیم و خیلی بازدید کننده خوبم داشتیم. این نمایشگاه و اون نمایشگاه چی فرق داشت؟ اون نمایشگاه بود که برای ما نزدیک بود در محلمون و در منزل‌های پایین بودیم. این نمایشگاه برای ما خوب است. هر نمایشگاهی که برگزار شود بتونه خانم‌ها شرکت کنن خیلی خوب است. چقدر وقت شما این کارو بار می‌کنید؟ ما تقریبا مدت 3 الی 4 سال میشه که صنایع‌دستی داریم در بامیان و در هر نمایشگاهی شرکت میکنیم و خوش هستیم. خیلی زیاتش تشکر، خواهش می‌کنم. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې په همدې نندارتون کې به له یو شمېر نورو مېرمنو سره هم خبرې وکړو د هغوی د تولیداتو په اړه به تاسو ته معلومات وړاندې کړو. نو هیله ده د راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو ډیره مننه کوو. بیا هم ښه راغلاست. په همدې نندارتون کې یوه بلې مېرمنې سره خبرې کوو. دوی هم مختلف ډوله کورني او داخلي تولیدات لري. د خپلو تولیداتو په اړه به ترې وپوښتو. همداشان دا به ترې وپوښتو دوی له کوم ولایت څخه راغلي په دغه نندارتون کې یې ګډون کړی. سلام میشه در کلام خودم اولا شما را خوش آمدید میگم. خاطره راسخ هستم از ولایت تخار. شما از ولایت تخار آمده اینجا در این نمایشگاه اشتراک کردید؟ بله از ولایت تخار آمده. چطور است این نمایشگاه؟ نمایشگاه خوب است. یک نمایشگاه بسیار زیاد پر جمع و جوش است. بسیار زیاد مردمای حمایت میکنن. بسیار زیاد خوب است در کل نمایشگاه. چی که خانم‌ها اشتراک کرده این نمایشگاه؟ در نمایشگاه ها تعداد از ولایت تخار تقریبا شاید در حدود 30 نفر از خانم‌ها اشتراک کرده. چی از تولیدات شما در مورد تولیدات؟ تولیدات ما اینجا که ما 2 غرفه داریم از ولایت تخار هست. یکی لباس هست و یکی میبینین مواد خوراکه هست در اینجا. بله کلا اصلا از فرمان دولت بدخشان است و همچنان در تخار که اصلا ما از اونجا میاریم و همچنان این زیره بدخشان است، همچنان بادام، این تمامش کلا و محصولات وطنی است. مردم میاد از این نمایشگاه بازدید میکنه. چقدر مردم میاد؟ والا روزای اول حضور مردم کمرنگ بود و در روزایی که یک چند روز میشه بسیار زیاد جمع جوش بسیار زیاد هست و مردم خیلی زیاد میآیند. از ولایت ها میآیند؟ از ولایت ها بله میآیند. از خارج همچنان میآیند. از فرانسه، از جرمنی اینجا هم نفر میآید. از ولایت هرات، مزار شریف اینجا که آمدن مشتریای ما دیدیم گفتن ما از ولایت آمدیم و همچنان از خارج آمده بودن. بله. چقدر وقت میشه شما کاروبار میکنید؟ تقریبا بعد از این فرمانهای اخیر امارات اسلامی که کارمان ما وظیفه داشتیم کار بند کردن، باز رو با بزنس آوردیم دیگه. تقریبا 1 سال زیاتر میشه. خیلی زیاتر. خوش آمدید. ډیره مننه کوو درنو لیدونکو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې یې. د دغه راپور تر وروستیو پاتې شئ. نور معلومات به هم تاسو ته وړاندې کړو. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو. بیا هم ښه راغلاست. په همدې نندارتون کې د بامیان ولایت د سوداګرۍ پانګونې خونې نماینده یا استازي له موږ سره شتون لري. د دوی څخه به وپوښتو چې دغه نندارتون د کورنیو او داخلي تولیداتو لپاره څومره ګټور دی او څومره مېرمنو په دغه نندارتون کې ګډون کړی دی. سلام، میشه در خدمت خودم معرفی؟ سلام علیکم بیادر، خوب هستین؟ زهرا کاظمی هستم، رئیس انجمن زنان ممتاز بامیان و همچنین نماینده اتاق زنان افغانستان در کابل در نماینده بامیان. بسیار زیاد تشکر. چطور این نمایشگاه چی که خانم‌ها اشتراک کرده این؟ در این نمایشگاه بسیار خانم‌ها از کل ولایت‌ها اشتراک کرده که توسط مؤسسات آمدن، UN آمدن، UNDP آمدن. مؤسساتی هست که خانم‌ها را از ولایت‌ها آوردن، مصرف خرجشان نداده برشان اینجا غرفه گرفتن که تا محصولات خود نه در فروش برسانن یا با مردم آشنا شوند. خانم‌هایی است که نو کار شروع کردن و خودم از ولایت بامیان مخصوص ما 30 خانم اینجا آمدن از ولایت بامیان صنایع دستی و لبنیات خود را آوردن در نمایش گذاشتن که تا اگر مردم بخره اگر نخره با مردم آشنا شوند تا که محصولات خود به فروش برسانند. در مجموع چی که خانم‌ها اشتراک کرده در این نمایش؟ در این نمایشگاه به حدود 1000 خانم اشتراک کرده. شما قبلا به نمایشگاه دیگه اشتراک کردید؟
بله ما در این نمایشگاه که سومین نمایشگاه است که ما در اینجا آمدیم که پارسال یکی از طرف امام ابو حنیفه بود، یکی دیگه هم 3 ماه پیش بود. این سومین نمایشگاه است که در این سالون است. او چطور بود؟ چطور است؟ چی فرق داره؟ خوب است دیگه. اولش که قدر در نظر من خوب نبود به خاطر که مردا جدا بود، خانم‌ها جدا بود. دویمش بسیار عالی بود، بسیار عالی بود از نظر کیفیتش بگیم، از نظر خدماتش بگیم، از نظر مردم بسیار آمده بود. سومیش اینمیست دیگه، مردم عام میایه او خریدار نیست. در دویمش ارگانای دولتی زیاد آمده بود. در این هم دیگه خلق زیاد است. ببینیم 2 روز دیگه چی میشه. آخر مردم بازدید میکنن از این؟ بازدید میکنن اما مردم پیسه نداره خریداری کنن. زیاد میایه کم؟ زیاد میاین مردم. خانم‌ها چه کم میایه؟ خانم‌ها همونقدر که مردم خانم‌ها حتما خانم مردی که میایه خانم اولادا کلا گیره میارن اینجا به سیل. شما تولیدات شما چی است؟ در مورد تولیدات اگر برمون؟ تولیدات از ولایت بامیان صنایع دستی است، مثل شال است، لباس هزارگی است، لباس‌های مردانه است، بودی نمتی است، دیگه لباس‌های محلی زیادتر است، دستکش است، جراب است، جاکت است، برک است و از بخش لبنیات قروت است، چکه است، دوغ است، قاق زردآلو است که از هر نوع چیز سیغان است. شما چه وقت میشه این کاروبار میکنید؟ کاروبار خود ما را به حدود 21 سال. خیلی زیاد تشکر. تشکر از شما. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې معلومات سره پاتې نو زموږ د دغه راپور وروسته پاتې شي نور معلومات هم تاسو ته وړاندې کوو. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. په همدې نندارتون کې له یو بلې مېرمنې سره خبرې کوو. دوی هم په زیاته کچه داخلي تولیدات لري. دا چې دوی تولیدات څه شی دي په دې تړاو به ترې پوښتنه وکړو او همداشان ترې وپوښتو چې دوی له کوم ولایت څخه راغلي دي په دغه نندارتون کې ګډون کړی. سلام، میشه داخل خودم؟ سلام علیکم. نام مشتری است، نعیم کوهستانی تخلصم است. یکی از خانم‌های متشبث می باشم. از کجا آمدید در این نمایشگاه اشتراک کردید؟ ما از ولایت کاپیسا آمدیم در این نمایشگاه اشتراک کردیم. چطور است این نمایشگاه با تولیدات داخلی چقدر مفید است؟ خوب است چون تولیدات داخلی ما است اگر که خریدار داشته باشه یا مشتری داشته باشه بهتر است، به خاطر که در اینا مواد کیمیایی استفاده نمیشه. از خود ما کشت میکنیم، هم تولید میکنیم و هم در بازار عرضه میکنیم، به خاطر از این اقتصاد ما پیش میره. تولیدات محصولات شما چی است؟ تولیدات ما چون یک ولایت کاپیسا یک ولایت کشاورز هستند، ما تولید که مثال مرچ تولید میکنیم، گشنی تولید میکنیم، نانا تولید میکنیم، مرچای مساله دار جور میکنیم، از او مساله قورمه جور میکنیم و در پولیش آن چیزی که پروسس میشه، پروسس سیر خشک است، پروسس انگور غوری انگور است. تمام چیزایی که در ولایت کاپیسا کشت میشه ما او را پروسس میکنیم و بازار عرضه میکنیم. و دیگه در پولیش ما چتنی است، مربا است، آچار است، روبه است که ما خود ما جور میکنیم. بله خود ما جور میکنیم اینا را. قبل از این با نمایشگاه دیگه هم اشتراک کردی یا نه؟ بله تقریبا من 12 سال است که شرکت دارم. من در این نمایشگاه هر نمایشگاهی که بوده است قبلا هم شرکت میکردم و حالا هم. چطور بود اون نمایشگاهی؟ چطور است؟ خوب است، به خاطر از اینکه قدر مردم پیسه نداره دیگه، اقتصاد خوب ندارن، نظر به اون نمایشگاه سابق خرید فروش ما کمتر است، فروش نیست. چی که خانم‌ها در این نمایشگاه اشتراک کردن؟ از ولایت کاپیسا 7 نفر از خانم‌ها اشتراک کردن، چون به دلیل از اینکه خانم‌های بیچاره توان کرایه غرفه را نداشتند، توان انتقال از زیر نداشتند. بعض خانم‌های دیگه هم بودن که علاقه‌مندی داشتن، متشبث هستن، اونا علاقه‌مندی دارن مگر توان آمدن به اینجا نداشتن. بسیار زیاد تشکر. تشکر از ډیره مننه کوو درنو لیدونکو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې یئ. نو تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ، نور معلومات به هم تاسو ته وړاندې کړو.
قدرمن لیدونکو ډیره مننه کو بیا هم ښه راغلاست په همدې نندارتون کې له یو بل مېرمنې سره خبرې کوو چې دوی له کومې سیمې راغلي دلته په دغه نندارتون کې ګډون کړی دی همداشان د دوی د تولیداتو په اړه به هم ترې وکوتو. سلام میشه در خدمت خدا معرفی خوش آمدید بخیر باشید. آمینه میرزایی هستم، رئیس شرکت زنان پیشگام هستم. دیگه خوشحالم که از این نمایشگاه اینجا یک آزادی بیان داریم، انشالله هم مصاحبه می‌کنیم، هم گپ میزنیم، هم از کل اقوام اینجا سهم گرفته. خیلی برای از من خوشایند است. بسیار شما از کجا آمدید در این نمایشگاه اشتراک؟ ما از میدان وردک هستیم. میج ناامید شده بودم، گفتیم دیگه کارا بسته شد، دیگه خانم‌ها افسرده شده بود. خدا رو شکر الله یک امید یک روشنی پیدا شد. از میدان وردک آمدم این شرکت کردم. چطور است این نمایشگاه؟ تولیدات داخلی و چطور است در این نمایشگاه زیاد است یا کم؟ نمایشگاه خیلی یک فضای چی داره، یک فضای خوشایند کننده داره. از هر قوم است، فروش مروش. نمایشگاه معناش این است که ما یک دید بازدید اینال شما رو دیدم، امیر تجارت دیدم و تمام اقوام میگرم و کلانا رو میگرم، صدایم در مقام بالا میرسه. معنای نمایشگاه می است که یک ارتباط برقرار منیم، قراردادها رو میگیریم، دیگه پروژه رو پیدا منیم، مؤسسات پیدا منیم. برای از من خیلی ارزش داره این نمایشگاه، برای از من خیلی خوشایند. چقدر خانم‌ها از ولایت میدان وردک اشتراک کرده در این نمایشگاه؟ این دفعه یک 5 نفر آمدیم، مگه ان شاء الله حمایت شدم رای دیگه یک 10 نفر از میدان وردک میارم دیگه. این دفعه کم آمدیم به خاطر که حمایتگر نداشتیم از اونجا. بازدید مردم و از خانم‌ها چطور است از این؟ بسیار خانم‌ها خوشحاله دیگه. خیلی دیر شده بود، تمزید 2 سال یک ادوادی شده بود، هم مگه ناامید شده بود. دید خانم‌ها خیلی یک دیگر میگیریم، یک فضای آرام، امنیت، یک فضای صمیمی، یک فضای است که از کل اقوام من دبین خیلی کدام اختلاف نداریم. خوشحالم مگه. قبل از این در نمایشگاه دیگه اشتراک کردی یا نه؟ اشتراک کرده بودم، مقدار چی نبود دیگه. میگشت خیلی یک نمایشگاه بین المللی، یک نمایشگاه خیلی خوب است. رضایت داری از این نمایشگاه؟ رضایت دارم، به خاطر رضایت دارم که کلانا رو میگیرم، قچی می درد دل خود در مقام بالا میرسانم. کلانا درد دل مرتمن ان شاء الله در دونرا و در تاجرا، به خاطر 200 خانم که است کلا به وزارت و به سرپرست نانآورای خانه بودن، بیکار هستن. خدا کنه که شما هم ان شاء الله صدای مردم مقام بالا در رسانه ها، کسایی که داخل و خارج است، صدای از مر پیش نو. ان شاء الله خانمایی که خانم که نیم پیکر جامعه است، از خانم‌ها حتما حمایت شه. اگر خانم‌ها حمایت نشد دیگه کشور از بین میره دیگه، ترقی نمی‌کنه. ما به خاطر همین ترقی و پیشرفت همین شرکت منیم، اگر نه قدر سرمایه نداریم، به خاطر همین که دید بازدید کنیم، همین کارایمو پیشرفت کنیم، رشد کنیم دیگه، شرکت کنیم. خیلی زیاد تشکر. خواهش می‌کنم. مننه. تشکر. ډیره مننه کوو درنو لیدونکو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې نور معلومات به هم تاسو ته وړاندې کوو. په دغه راپور کې به د نورو مېرمنو په د تولیداتو همداشان په دغه نندارتون کې چې څومره مېرمنو ګډون کړی معلومات وړاندې شي. نو هیله ده د دغه راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. په همدې نندارتون کې له یو بلې مېرمنې سره خبرې کوو چې دوی هم مختلف ډوله توکي نندارې ته ایښي دي. دا به له خپله دوی نه وپوښتو دوی تولیدات څه شی دي، او له خپله د نندارتون نه به هم د دوی نه وپوښتو څنګه دی دغه نندارتون د دوی لپاره. بسیار زیاد تشکر که به ما وقت دادید. میشه در قدم اول خود معرفیتان؟ خانم فیضی هستم از ولایت بامیان. بسیار زیاد تشکر. چطور است این نمایشگاه؟ از این نمایشگاه رضایت داری؟ رضایت داریم، خوب است نمایشگاه، خوب بود نمایشگاه، بد نبود، خوب بود. تولیدات شما؟ تولیدات ما فروشات نیست دیگه، است غالینگ است، قرود است، شیرتود است، چپنمک است، دسترخوان است، خوی نمیتونه چارمغز است، هر شای است. کلش داخلی است، کلش مال بامیان است، از بامیان آوردیم. دیگه نمایشگاه اشتراک کردی یا نه؟ نه خیر. بار اولت است؟ بار اول که اینجا آمدیم. چقدر خانم‌ها اشتراک کرده این نمایشگاه؟ یک 20 خانم است از بامیان، همینجا 20 خانم آمده. مردم میاد بازدید میکنه از این؟ زیاد دید میکنه. اقتصاد مردم ضعیفه و فروش نیست. پیام شما با مردم و با دولت چی است؟ پیام ما با دولت دیگه که یک چیزی
خب خوش هستیم یک چیزی همینطور یک ذره کاروباری ما پیش بره، قزدنا یک ذره کمک کنه، از سیاست‌ها یک ذره رشد بده دیگه. از امارت اسلامی خوش هستیم، تشکری میکنیم که قد ما کمک کرده، ما را رشد داده، ما را اجازه داده، دمای تو نمایشگاه ها را برگزار کرده دیگه. ما از امارت اسلامی خوش هستیم. بسیار زیاد تشکر. بازم خواهش میکنیم که قد خانما کمک کنه. خودم یک سیاسری بیوه هستم، یتیمدار صغیردار هستم، خاطری که این قدر مال میارم خو اینمی هم از روی یک مجبوریت هسته. اگر نه در سین دم در نمایشگاه اینجا در سیلو چی نامدیم. خیلی زیاد تشکر. قربان تشکر، شما هم تشکر. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو، ورځو یو شمېر نورو مېرمنو هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی دی. د هغوی د تولیداتو په اړه به هم تاسو معلومات وړاندې کوو. د دوی نه به وپوښتو چې دغه نندارتون څومره ګټور دی د دوی لپاره. نو هیله ده د راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تاسو زموږ د دغه راپور تر وروستۍ وایي چې دغه راپور موږ په ځانګړې توګه د دغه نندارتون څخه د میرمنو په تړاو د دوی د کاروبار او همداشان په دغه نندارتون کې څومره میرمنو ګډون کړی و دا ټول تاسو په دغه راپور کې ولیدل. تر بل راپور پورې مو زه نصرت الله خوشحال پلوی بخښونکی راسپارم. هر چېرته چې یاست ښاد آباد خوشحاله اوسئ.